سلام، خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید خودتون. امروز اومدم 3 تا نکته های بسیار مهم و حیاتی رو بهتون بگم در انتخاب تیم فرزندانتون در سنین پایه که سرتون کلا نره و انتخاب درستی بگیرین. تا آخر ویدیو با من همراه باشین و نکته سومی که عرض میکنم از همه مهمتره. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. من محمد ابراهیمی هستم. اینجا هر هفته چندین ویدیو میذاریم راجع به ابعاد مختلف فوتبال. خیلی خوشحال میشم برای حمایت از من حتما منو سابسکرایب کنین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین. خب بدون معطلی بریم سراغ بحثمون. نکته اولی این هستش که معمولا تیم های آکادمی و اون باشگاه هایی که میخوان جذب بکنن سنین پایه رو معمولا از اسم ها و برند های خاص استفاده میکنن. مثلا یک بازیکن خیلی معروف رو میارن و میگن آکادمی فلانی، یا اون بازیکن رو میارن که انگار اونجا باشه و شما به اصطلاح اون بازیکن اون بچه‌تون رو تو اون آکادمی ثبت نام بکنید. من یه خواهشی که از پدر مادرها دارم و اون بچه‌هایی که دارن این ویدیو رو میبینن، صرفاً وجود اون شخص معتبر باعث اعتبار اون آکادمی نمیشه. شما باید آموزش های اون مربی ها رو ببینید. صرفاً وجود اون بازیکن که اونجا واسطه باعث دلگرمی شما نشه که اون شخص هیچ وقت به بچه شما قرار نیست آموزش بده و اون مربیای اون تیم هستن که قراره به بچه شما آموزش بدن. و این نکته خیلی بسیار مهمیه که شما باید تو بخش اول بهش رعایت کنید. خب تو بخش دوم یک نکته بسیار مهم دوم، معمولا شما شنیدین آکادمی ما فلان تیم هستیم، ما مثلا زیر مجموعه فلان تیم بزرگ هستیم. دوستان عزیز، پدر مادر محترم و بچه های عزیز، اون آکادمی هایی که بزرگی که نام میبرن، آکادمی های اصلی خودشون شاید دارای ضعف های زیادی باشه، یا مثلا از اون آکادمی ها تعداد خیلی محدود و کمی راه یافتن به تیم اصلی اون تیم. چطور میشه که یک تیم دیگه که داخل شهرستان هستش و ما میگه زیر مجموعه اونا هستیم خیلی راحت بهشون اعتماد میکنید؟ و من تو بخش دوم باز به شما پیشنهاد میکنم شما صرفاً اسم ها و برند ها چشاتون رو نگیره، شما برین اونجا و عملکرد اون مربی ها رو نگاه بکنید. مثلا آکادمی فلان تیم در تهران در شهرستانش کارایی نداره، چون بچه شما اینجا هر چقدر زحمت بکشه احتمال خیلی کمی است که بفرستنش تهران و از تهران به تیم اصلی بره. به خاطر میخواستم تو بخش دوم به اینم دقت کنیم. بخش سوم و بخش بسیار مهم، خانواده ها و بازیکن‌های عزیزی که دارین این ویدیو رو میبینین، شما سعی بکنین در سن پایه، در سن کم 13 10 11 و به پایین مربی رو پیدا بکنین که کیفیت فنی شما رو ببره بالا. نگاه کنین، من هنوز مربی نیستم، به عنوان بازیکن، کسی که سن پایه فوتبال رو رد کرده و اینا تجربه شخصی منه که دارم به شما میگم، شاید هم اشتباه باشه ولی تجربه شخصی منه. به عنوان یک کسی که سن پایه رو رد کرده به شما توصیه هم اینه، پدر مادر و بازیکنایی که این ویدیو رو میبینین، مربی رو پیدا بکنین. شاید اون تیمش برند نباشه ولی میدونی کارش خوبه. مربی رو پیدا بکنین در سن پایه برای بچه هاتون و بچه ها برای خودتون که میدونین کیفیت فنی شما رو میبره بالا تو دریبلینگ، تصمیم گیریاتون، جابجاییاتون. و وقتی این کیفیت فنی شما بالا بره، شما چند سال بعد که میشین سن نوجوانان و جوانان همه خریدار شما هستن، چون کیفیت فنی بالایی دارید. ولی شما یه اشتباهی میکنید، میرین تو یک تیم برند ولی کارایی ندارن که به شما آموزش بدن و فقط صرفاً درآمد پر کردن جیبشونه و میبینین عمر اون بچه‌تون گذشت و کیفیت فنیش بالا نیامد و تو سن نوجوانان و جوانان به مشکل خواهد خورد. پس توصیه من به دوستان اینه که
حتما یک مربی خوب پیدا بکنین که کیفیت بچه‌تون رو بالا ببره و عملکرد بهتری انجام بده که تو سن جوانان و نوجوانان به مشکل نخوره. خیلی خوش اومدین تا آخر ویدیو و خیلی خوشحال میشم که اگر خوشتون اومد از این ویدیو حتما لایک کنین و برای حمایت از من سابسکرایب کنین و اگر سوالی بود در کامنت ها از من بپرسین.